نیمه شب یکی از روزهای ماه ژولای بود. ابرها جلوی ماه رو گرفته بودند و زوزه های گرگ ها از دور به گوش می رسید. قبرستان سانتیاگو مه‌آلود بود. آلفرد نگهبان قبرستان در حالی که با یک دستش فانوسی را گرفته بود و با دست دیگر قلاده سگش را به آرامی جلوی اتاقکش قدم می زد. چهرش گرفته و تا حدودی عصبی بود. با نگاهی تهدیدآمیز به قبری که روبرویش بود نگاه کرد و با صدایی لرزان گفت: واقعا مرده. باور نکردنیه. سپس از جیب کت خاکیش یک روزنامه مچاله شده را درآورد و در حالی که به سمت اتاقش میرفت آرام روزنامه را می‌خواند. مانیک آرتود، قاتل روانی، بالاخره کشته شد. همانطور که می‌دانید، مانیک که تاکنون 3 بار توسط نیروهای پلیس دستگیر شده بود و هر 3 بار از زندان فرار کرده بود، بالاخره توسط شلیک مأمور پلیس کشته شد و در قبرستان سانتیاگو به خاک سپرده شد. او 13 نفر را کشته و سابقه شرارت و دزدی و وحشیگری و تجاوز را در پرونده خود داشت. وی شیطان پرست بوده و مدعی داشتن روابط با شیاطین هم بود. عده‌ای از دوروبری‌هایش می‌گفتند اون خون می‌خورده. آلفرد بار دیگر کاغذ را مچاله کرد و با عصبانیت به سمت قبر مانیک پرت کرد و در حالی که به اون فحش می‌داد به سمت قبرش رفت و با لگدهای پیاپی ابراز عصبانیت کرد تا اینکه صدای سگ آلفرد در حالی که بی امان واق واق می کرد آلفرد رو به خودش آورد. صدای خفیفی مثل جم خوردن چیزی زیر خاک به گوش رسید. همان لحظه یک مار سیاه باریک از وسط قبر به بیرون زد و دور پای آلفرد پیچید. هنوز 1 ثانیه نگذشته بود که دست دراز مانیک از قبرش به بیرون زد و پای آلفرد رو گرفت. آلفرد که از ترس زبانش بند اومده بود مدام تلاش میکرد تا خودش رو رها کنه، اما بیفایده بود. بدن مانیک به صورت مارگونه‌ای از خاک بیرون اومد و در حالی که لبخند شیطانیش روی لبش بود گفت: با من کار داشتی آلی. و انگشتای درازش رو دور گردن آلفرد گرفت و به سمت هوا بلندش کرد. صورت جسدگونه مانیک مثل گچ بود و دور چشماش گود بود. قرنیه چشمهاش مثل مار نقطه‌ای بود. با ناخون تیز و بلندش یه خراش روی شاهرگ گردن آلفرد ایجاد کرد که باعث شد مقدار زیادی خون بیاد و با ولع شروع به خوردن خون کرد. آلفرد در حالی که داشت جون میداد فریاد میزد: آدم کش، قاتل روانی. و بعد از هر کلمه صدای قهقهه مانیک بیشتر و بیشتر میشد. و در نهایت بعد از اینکه آلفرد رو خفه کرد اون رو به درون گور خودش انداخت و روش رو با خاک پوشوند. سپس به درون اتاقک رفت. سگ آلفرد که گویا ترسیده بود به این ور و اون ور می پرید و زوزه می کشید. از داخل اتاق یک پالتوی پوسیده و کلاه پوشید و به سمت بیرون قبرستون قدم برداشت. در داخل خیابان یک ولگرد که از قضیه بیخبر بود در حالی که از مستی تلو تلو میخورد و آواز میخوند رو به مانیک گفت: هی تو مرتیکه، کی بهت اجازه داده تو قلمرو من قدم بزنی؟ مانیک کلبه کلاهش رو بالا داد، با صدای بیروحش گفت: مانیک آرتود. مرد ولگرد که دیگه مستی از سرش پریده بود با ترس بی‌نظیر فریاد زد: نه! و شروع به دویدن کرد. درست جلوش در یک کوچه تاریک مانیک ظاهر شد و همانطور که همیشه آدم میکشت ناخن‌های شکسته و کج و کولش که در اثر شکستگی مثل شمشیر تیز بود داخل گلوی مرد کرد و در حالی که مثل فواره از رگ‌هاش خون میریخت دیوانه‌وار خونش رو مکید. و بعد از کشتنش در حالی که اون لبخند شیطانی رو به لب داشت لبه کلاه رو پایین داد و به سمت پناهگاه ناشناختش رفت. داخل خونه‌اش پر از تار عنکبوت و کثیفی بود با نشانهای 666 و شیطانی. با خستگی به داخل تخت خواب خاکالودی که به شکل تابوتی سیاه بود رفت و خوابید. صبحی آفتابی شروع روز بعدی بود. جک دالسون یکی از دوستان و آدمهای سابق مانیک که عامل مؤثری در دستگیری مانیک بود با خیالی آسوده مشغول صرف صبحانه بود.
او که در گذشته در 2 از قتل‌های مانیک دستیارش بود، وقتی فهمید یکی از مقتولین برادر خودش بوده که به خاطر باج ندادن به مانیک کشته شده بود، اظهار پشیمانی کرد و بعد از رفتن به کلیسا و توبه کردن دشمن خونی مانیک شد و او را لو داد. خودش هم مدتی به عنوان همدستش در زندان بود. او با خوشحالی در حالی که روزنامه را می‌خواند گفت: تموم شد، بالاخره تموم شد، خدا رو شکر. سپس تلویزیون رو روشن کرد و در همون موقع اخبار از قتل یک مرد ولگرد در خیابان خبر میداد. او به سبک مقتولین مانیک آرتور کشته شده بود. جک در حالی که لقمه‌اش در گلوش پرید و سرفه می‌کرد تلویزیون رو خاموش کرد. یک لحظه احساس کرد کسی پشت سرشه. همین که اومد سرش رو برگردونه، ضربه‌ای محکم بهش برخورد کرد و بیهوش شد. وقتی چشماشو باز کرد داخل یه اتاق نمور و تاریک مثل سرداب بود. نگاهی متعجب به در و دیوار تارعنکبوت بسته و مبلمان کهنه آنجا انداخت. کف اتاق دایره شیطان خط کشی شده بود. تنها منبع نور اتاق 1-2 شمع کهنه که روی دیوار آویزان بودش که نور زرد رنگ ضعیفی رو روی اتاق مینداخت. صدای خفیف راه رفتن یک نفر داخل اتاق پیچید و مانیک در حالی که ردای سیاه بلندی به تن داشت وارد اتاق شد. چهرهش از همیشه خوف‌تر بود. در یک دستش یک چاقوی کهنه و کثیف و در دست دیگرش یک کتابچه پوسیده که گویا کتاب جادو و مخصوص شیطان پرستان بود قرار داشت. با حالتی عجیب جلوی جک که دست و پاش بسته شده بود زانو زد و با صدای بیروحش گفت: خب رفیق، بالاخره به هم رسیدیم و من برگشتم. فکر می‌کردی من مردم ها؟ جک با دلخوری گفت: تو خود شیطانی. ما رو گول زدی. خوشحالم که راه تو سد کردم. کثافت، تو چطور زنده موندی؟ مانیک در حالی که باز همان لبخند شیطانی رو بر لب داشت گفت: خب بذار برات تعریف کنم. و از جایش بلند شد و شروع به صحبت و قدم زدن کرد. خب بعد از فرار از دست مامورا به هم شلیک شد و میشه گفت من مردم. اما وقتی داشتم دنیا رو ترک می کردم شیطان آمد سراغم. در حالی که صداش می لرزید و حس غرور درونش روشن بود گفت: اون منو سرباز ارشد خودش روی زمین خوند و به هم قدرت داد. بعد من به هوش اومدم. همه چی جور شده بود. دکترم ریچارد یکی از شیطانک ها بود. اون به هم کمک کرد و نقشه‌ای کشید که با شربتی منو به خوابی کوتاه طوری که انگار مرده بودم برای چندین ساعت موقت درست کرد و نقشه از این قرار بود که همه فکر می‌کردن من مردم و منو خاک می‌کردن. اما بعد از اینکه همه رفتن 5 یا 6 ساعت بعد به هوش می اومدم و از خاک بیرون می اومدم. اون همه چی رو حل کرد. نقشه درست پیش می رفت تا اینکه نگهبان قبرستان وقتی از خاک می خواستم بیرون بزنم منو دید و مجبور شدم بکشمش و بعد در گور خودم خاکش کردم. اما بعد با یک ولگرد روبرو شدم. همین باعث شد رد کوچیکی ازم بمونه که مهم نیست. حالا اومدم تا انتقام بگیرم. و در حالی که فریاد میزد گفت: قربانی برای شیطان. سپس یه ورد خوند و 3 نفر از افراد باقی مانده و وفادارش اومدن. جک با نگرانی چهره 2 همدست قدیمی شدی. دیوید باکس که جزو بهترین افراد مانیک بودن و سومی یک نفر جدید در حالی که در چهرش نفرت و خشم بود برای مانیک تعظیم کرد و مانیک گفت: سلام ریچارد عزیز، دکتر نجات دهنده من. و رو به همهشان گفت: خب دوستان عزیز، امروز اینجا جمع شدیم تا انتقام بگیریم. اینجا که خائن همون کسیه که ما رو فروخت و لو داد و باعث شد عده زیادی از افرادم دستگیر و زندانی شن و من تا حد مرگ پیش برم. حالا وقت انتقامه. و در حالی که جکو به وسط دایره کشوند و خودش در نقطه بالای دایره ایستاد و 3 نفر دیگر در 3 قسمت دور دایره و دور جک حلقه زدند. مانیک با چاقو قسمتی از بازوی جکو خراش داد و خونش رو به زبونش کشید. سپس به سمت دیوید که نزدیکش بود داد تا اونم بنوشه. و بعد دیوید چاقو رو به الکس داد
و بعد در نهایت به دکتر ریچارد رسید. ریچارد با تردید چاقو رو به سمت دهانش برد و با سرعت باور نکردنی و در یک چشم به هم زدن چاقو رو به سمت مانیک پرت کرد و به سمت جک شیرجه زد و طنابو باز کرد و گفت فرار کن. جک سریع از جاش پا شد و لگدی به دیوید که کنارش بود زد و به سمت در رفت. ریچارد هم مشتی به سمت الکس پرتاب کرد. مانیک با ناباوری چاقو رو در هوا گرفته بود. ریچارد در حالی که به سمت در پشت جک می‌دوید گفت کثافت آلفرد. پدر من بود. تو اونو کشتی تو. و وقتی میخواست از در فرار کنه مانیک با حرکتی فوق‌العاده سریع چاقو رو به سمت ریچارد و جک پرتاب کرد و چون ریچارد عقب بود چاقو بهش برخورد کرد و جک دیگه هیچی نفهمید و فرار کرد و فقط صدای ناله ریچارد رو شنید. محوطه دور خانه پوشش جنگلی با درختان تنومند داشت. جک با آخرین توانش میدوید و مانیک و افرادش دنبالش. جک میدونست تنها جای امنی که میتونست بره کلیسا بود. اما وسط این جنگل کلیسا از کجا پیدا کنه؟ در همین افکار بود که ناگهان یک اسب از دل سیاهی شب به کنارش اومد. جک اونو امدادی از جانب خدا دونست و تشکر کرد. سریع سوار اسب شد و 4 نعل به سمت بیرون جنگل رفت. صدای مانیک ضعیف و ضعیفتر میشد تا اینکه به پایان جنگل رسید. اونجا یه دهکده کوچیک بود که 3 یا 4 تا خونه بیشتر نداشت به اضافه یک کلیسای کوچیک. سریع از اسب پایین پرید و به داخل کلیسا رفت. فضای روحانی کلیسا باعث شد احساس امنیت و آرامش کنه. به آرومی قدم برمی داشت و دنبال پدر روحانی می گشت. پیرمردی ریش سفید و قد بلند از ته سالن به سمتش اومد. بله پسرم، با من کار داشتین؟ جک گفت بله، میخوام کمکم کنین. پدر روحانی گفت چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ جک گفت مانیک برگشته، اون میخواست منو بکشه. شیطان برش گردونده و قدرت‌های شیطانی گرفته و غذایا رو از سیر تا پیاز تعریف کرد. سپس گفت میخوام بدونم راهی برای نابودیش هست یا نه. پدر گفت فقط یه راه، ضد مثلث معجون پیچیده. یه راه حل باستانی منتها راه سختی داره. جک با هیجان گفت باشه لطفاً بگین. پدر گفت باید یک کتابچه عمر شیطان بسازیم و نابودش کنیم. برای ساختنش به معجون احتیاج داریم که شامل استخوان پدر مانیک، خون یکی از افراد وفادارش و خون دشمنش یعنی تو به اضافه آب مقدس و انجیل. جک با تعجب گفت مورد اول مشکل داره، بقیه‌شو میشه یه کاری کرد. اما استخوان پدر مانیکو از کجا گیر بیارم؟ پدر گفت دانیل آرتود یکی از کشیش‌های نمونه بود. هیچ وقت فکر نمی‌کرد پسرش فرزند شیطان بشه. زنش برعکس خودش عقاید شیطانی داشت و وقتی مانیکو حامله بود دور از چشم شوهرش کتاب شیاطین می‌خوند و شیطان پرستی می‌کرد. یک روز دانیل زودتر از روزهای پیش به خانه بازگشت و کتاب شیاطین رو پیدا کرد و از همه چی باخبر شد. با کتک همسرش رو از خونه بیرون کرد و میخواست اون و بچه رو بکشه. خلاصه زن فرار کرد و به تنهایی در یک گوشه خرابه های جنگل مانیکو به دنیا آورد و از همونجا ذات شیطانی داخلش نهاده شد. بعدها که بزرگ شد و اسرار رو فهمید و از پدرش کینه داشت پدرش رو کشت، اما چند وقت بعد به دلیل نامعلومی مادرش رو هم کشت. جک که شگفت زده شده بود گفت حالا قبر دانیل کجاست؟ پدر روحانی گفت جلوی کلیسای روستای هاروین پشت جنگل زیر دریاچه، اونجا توی گودی بود و به مرور و سیل چند سال پیش رفت زیر آب. جک با ناامیدی گفت یعنی باید بروم زیر آب؟ پدر گفت متاسفانه بله. جک با ناامیدی اونجا رو ترک کرد، با نگاهی کنجکاو و مایوس به جنگل انداخت. اما تصمیمش رو گرفته بود. سوار بر اسب شد و 4 نعل به سمت جنگل تاخت. داخل جنگل صدای هوهو جغد و زوزه روباه طنین انداخته بود. صدای برهم خوردن شاخه ها هم نمایی ترسناک به جنگل میداد.
حدود 1 ساعت رفت تا به پشت جنگل رسید. دریاچه‌ای نسبتاً بزرگ که نور مهتاب داخلش خودنمایی می‌کرد. جک دستی در خورجین روی اسب انداخت و یک میخ طویله و طناب محکم برداشت. کنار یک سنگ بزرگ به تنه درختی تنومند میخ رو زد و طناب رو دور میخ و سنگ پیچید. پاشو داخل آب کرد. خیلی سرد بود اما چاره‌ای نداشت. طناب و محکم دور خودش پیچید و گره زد. برای اینکه زجر نکشه یه دفعه شیرجه به داخل آب زد. چشماشو باز کرد. زیر آب خیلی تاریک بود و در عمق 10 یا 20 متری زیر آب سایه کلیسای مخروب رو دید. احساس یخزدگی وجودش رو پر کرد. با آخرین توانش به عمق آب رفت و به سیاهی نزدیک شد. چراغ قوه کوچیکش رو در آورد و روی سنگ قبرهای ترک خورده نگاه کرد تا به اسم دانیل آرتود رسید. با آخرین توانش با کلنگ کوچیکی که با خودش آورده بود سنگو شکست و خاک رو با دست کنار زد. نفسش داشت تمام می شد. خاک نرم شده بود و گل مانند. دستش رو فرو کرد و احساس کرد دستش به استخوان خورد. محکم اون رو بیرون کشید. استخوان بازوش بود. لبخندی زد که یک دفعه احساس خفگی کرد. نفسش تمام شده بود و آب داشت ریه‌هاشو پر می کرد. با آخرین توانش به سمت بیرون آب شنا کرد تا به سطح آب رسید. کلی سرفه کرد. تمام تنش سست شده بود. همین که اومد پاشه پاهای یه نفر رو دید که از تاریکی جنگل به سمتش می اومد. از که انگار احساس خطر کرده بود به سمت داخل جنگل در حالی که شیهه می کشید و گویی کمک می خواست رفت. اون شخص دیوید بود. جک سریع استخوان رو در جورابش و زیر شلوارش قایم کرد و کلنگو محکم گرفت. دیوید گفت مثل این که مرده و در حالی که در دستش چیزی مثل نیزه بود به سمتش اومد. همین که به بالای سرش رسید جک با کلنگ محکم به سرش ضربه زد و در جا مرد. از اون طرف الکس با نیزه‌ای مشابه ضربه‌ای به پشت جک زد و باعث شد جک زخمی بشه و خون زیادی ازش بره. سریع کلنگو پرت کرد و به بدن الکس اصابت کرد و باعث شد زخمی بشه. جک ظرف کوچکی رو از کوله پشتی بیرون کشید. دیگه توان نداشت. ظرف از خونش پر شد. استخوان رو داخلش انداخت و بعد آب مقدس رو اضافه کرد. بعد با چاقویی که به کمر دیوید بود خون اون رو اضافه کرد و در نهایت کتاب رو برداشت و دعایی خوند و داخلش انداخت. همه چی جور بود. ظرف شروع به لرزیدن و بخار شدن و قلقل کردن کرد. از وسط جنگل صدایی بیروح فریاد زد نه و ظاهر شد. اون کسی جز مانیک نبود. چهرش از خشم داشت منفجر می شد. جک روی زمین دراز کشیده بود و داشت زج می کشید. می دونست که چیزی به مرگش نمونده. مانیک بدو بهش نزدیک می شد و شنلش در هوا شناور بود. ظرف و محتویاتش همه تبدیل به یک کتاب کهنه شد که مثل قلب ضربان داشت و می تپید. جک اونو محکم در مشتش گرفت و بازش کرد. وسطش دقیقاً چیزی مثل قلب سیاه بود. می دونست روح شیطانی مانیکه. سریع با چاقو به وسطش کوبید و خون سیاه مثل فواره بیرون زد. فریاد مانیک تمام جنگل رو لرزوند و باعث شد موج‌های کوتاه در سطح آب دریاچه به وجود بیاد. مانیک چهرش عادی شد و دیگر ترسناک و شیطانی نبود و بیهوش شد. جک هم بلافاصله چشماش سیاهی رفت و بیهوش شد. چیزی نفهمید، فقط یک دفعه به هوش اومد. روی یک تخت خواب گرم بود. داخل اتاقی پر از صلیب کشیش بالای سرش بود. احساس آرامش کرد. خواست صحبت کنه اما نمیتونست. کشیش گفت آروم باش پسرم. بعد از رفتنت اسب با شیهه کشیدن برگشت. فهمیدم بلایی سرت اومده. به پلیس زنگ زدم و خودم با اسب اومدم. وقتی رسیدم اون 2 مرد مرده بودند و تو و اون مانیک بیهوش بودین. مانیکو با طناب بستم و تحویل پلیس دادم. اون 2 رو هم بردن. اینجا بیمارستان کلیساست. مطمئنم پلیسا تو رو میبخشند و میدونن دفاع از خودت بوده. فردای اون روز دادگاه برگزار شد و مانیک کنار عده زیادی پلیس محاکمه شد و در نهایت به اعدام محکوم شد.
جک با لباس بیماران ناظر بود. وقتی او را اعدام کردند و مرده بود، همچنان لبخند ترسناک و شیطانیش روی لبش بود و در حالی که طناب دار دور گردنش بود و صورتش سفید شده بود، نگاهش روی جک مونده بود. یک شب بعد، نمایی از یک قبرستان بزرگ، قبری سیاه و دور افتاده با نام سیاه مانیک آرتود. سکوت حکم فرماست. ناگهان دستی از خاک بیرون میزند.